من طعامای ملی تاجیکی، من نوشاکی شیرین، من چای، من خورما، من خورش شیرین، شیرینی شرق. ما این خیلی خوراک ها را در ماه شریف رمضان استعمال میکنیم. یگام کمبودی نداریم، شکر الله. خدا عیبت نکنه مانو. خدا همه را در سرخانهشان پرفیض برکت باشه. هم خیلی نعمتی که خداوند در ما داده همه وقت هم بده باشه. ما مهاجرای تاجیک ای نوعه خراسان ای جماعت دیوات قزقلا ما در یک زواد کار میکنیم. زوادی بروچاتکا سیخه. یک روزه قریب 3 کیلومتر زلیوت کنه میبرور. 10 نفر کار میکنیم. تو سمینه شبانه و روزانه. ما در شهر سنت پترزبورگ استقامت و کار فعالیت میکنیم.